بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر معارف تاجیکستان محترم امامزاده محمد یوسف سید علی و همچنین رئیس محترم دانشگاه ملی محترم خوشبختزاده قابل جان خوشبخت، استادای نهایت گرامی، مسئولین نهایت عزیز، خواهرها و برادرای تاجیک و همچنین مسئولین بسیار گران مایه افغان، اولتر از همه توفیق بشوی بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من 10 سال معلم بودم و از اعطای دکترای افتخاری کردن ارزش بالاتر بر من در روی زمین وجود نداره. از صمیم قلب تشکر. از این جهت از جناب محترم وزیر معارف تاجیکستان که دوست سابقیم است، از جناب رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان، از هیئت رهبری، استادان و مسئولین دانشگاه ملی تاجیکستان از صمیم قلب تشکر میکنم که مرا شایسته افتخار نادر دانسته. امید میست که بعد از اینکه دوره ریاست جمهوریم خلاص شود شما موقع از این بدین که همراه شاگردان من کار کنم. چون خوبی است که وقتی که یک معلم رئیس جمهور انتخاب میکنین پس که دورش خلاص شد پشت از این باز نمیگرده که چی کار کنم، پس به معلمی میره. همچنین از هیئت افغانستان سفیر ما و خاصتا از مسئولین افغانستان بر دوره دکترا، دوره محصولی، دوره ماستری و دوره لیسانس ابراز امتنان میکنم. امید است که دوستیایی را که در زمان تحصیلتان در تاجیکستان ایجاد کردین دوستیایی دوامدار باشه و به نفع دو کشور برادر هم جهت، همسو و دارای منافع مشترک از پیش استفاده شد. و از تمام خواهرها و برادرای تاجیکی ما ابراز امتنان میکنم که مسئولین افغان با آغوش مهربانتان گرفتین و همراهشان مثل برادر و خواهر رفتار میکنین. تشکر از همتان. چند سال پیش که خدمتتان بودم دیدگاه تغییر آسیا را به اکبر اعظم امرایتان مطرح کردم و سابقه تاریخی مشترک ما را از شورای ابریشم تا نقاط دیگه مشترک خدمتتان عرض کردم و در او بیانیه جنگ 500 ساله آسیا، موقعیت آسیای مرکزی باعث کوتاه‌ترین راه ارتباط بین آسیای غربی، شرقی و جنوبی، ضرورت یک انقلاب در ترانسپورت که بتونه دوباره مثل که براعظم امریکا را با هم بسته کرد، براعظم آسیا را انتقال انرژی از آسیای مرکزی به آسیای شرقی و جنوبی و ضرورت ایجاد قواعد بازی در آسیا را برای رسیدن به رفاه مشترک خدمتتان عرض کردم. ماحول امروز ما چیست؟ چند نقطه بنیادی را خدمتتان عرض میکنم. نخست، کووید 19 در 1 سال جهان را به صورت بنیادی تغییر داد. دنیای بعد از کووید 19 با دنیای قبل از کووید 19 یک دنیای در حالت انقطاع است. در نقاط مثبت از این بدتر میاییم، مگر نقطه کلیدی است که بدبختانه تمام علما به اجماع هستند که کووید آخری پندمیک نخواد باشه،
که ما باید دوچار خود شد. بنابراین جهان آینده باید به صورت اساسی آمادگی داشته باشه تا با پندمیک های مختلف بتونه مقابله کنه. نقطه دومی بود که برخلاف توقعی که یک دنیای مرتبط با هم داریم، عکس العمل ملی بود نه بین المللی. کووید درس‌های عمده هماهنگی بین المللی را آشکار ساخت و بدبختانه ناسیونالیسم صحی را ثابت کرد. امروز دنیای هم در داخل کشورها هم بین کشورها عدم مساوات به دسترسی به واکسن و خدمات صحی به یک معضله دنیایی بدل شد. تمام سیستم‌های صحی دنیا اهم از پیشرفته یا در حال پیشرفت به یک بحران اساسی دچار شدن که نوع آمادگی سیستم صحی را در مقابله ضعیف ثابت کرد. عامل دوم تغییر که در این چند سال شدت زیاد پیدا کرده انقلاب 4 صنعتی است. دنیا در حال دیجیتال شدن است. تعریف ثروت، تعریف مولدیت و تعریف تحرک به صورت بنیادی بدل شد و مخصوصاً برای دانشگاه ها شکل تعلیم و تربیه قرن 20 جوابگوی ضروریات قرن 21 نیست. یکی از عواقب مثبت کووید بود که پروسه دیجیتال سازی در 1 سال در حدود 10 سال پیشرفت کرد، مخصوصاً در قسمت ارائه خدمات صحی از راه دیجیتالی و هم خدمات علمی. اما انقلاب 4 صنعتی تعریف کار و بیکاری را به صورت بنیادی تغییر میده. اگر دسترسی با ارتباط ماشین و انسان و سرعت تفکر با وجود نبه، نوع علم به صورت بنیادی تغییر کرد. علمی که استوار با حافظه باشه در حال محو شدن است. در حال علمی که تحلیل باشه و جمع‌آوری نوع ارتباطات باشه. در این حالت نقطه سوم تغییر منفی یک موج بی‌اعتمادی جهانی است. این به نام موج سوم بی‌اعتمادی جهانی نامگذاری شد. برخلاف 10 سال پیش یا 20 سال پیش که اعتماد سر جهانی شدن به یک فرضیه سرتاسری بدل شده بود، امروز اعتماد در داخل کشورها و بین کشورها ضعیف شد. یک فضای بی‌اعتمادی عمومی با وجود آمده که نوع همکاری را در مقابله با مسائل بین‌المللی و نوع هماهنگی را به مراتب مشکل تر ساخته. و یک نمونه ازی بازم در قسمت کووید ما دیدیم که عکس العمل ملی بود نه بین‌المللی، در حالی که یک پاندمی به اساس تعریفش سرحد نمیشناسه، فرد نمیشناسه. اگر یک فرد مصاب باشه یا یک کشور مصاب باشه، اهم از اینکه چقدر کوچک است یا بزرگ، کل دنیا در خطر است. نقطه دیگه منفی که به اوج خود رسیده موج 5 دهشتگری است. جنگ غیر محدود شده. سرحد بین جنگ و غیر جنگ از بین رفته. بدبختانه کشور همسایتان، برادر و خواهرایتان ایره به صورت روزانه میبینن، چون جامعه مدنی ما، دانشگاه ما، مساجد ما، تمام نهادهایی که ما در حال ساختنش هستیم بدبختانه تحت حمله است. و متاسفانه این موج در سال 1999 2 نظامی چینی ایره پیش بینی کردن، در اون وقت که از جدی نگرفت، اما شیوه جنگ به صورت بنیادی تغییر کرد. با مو اندازه که تکنولوژی پیش رفته، نوع جنگ
مستقیم نیست، به صورت غیر مستقیم. و از این جهت نقطه بنیادی است که استعمال سلاح راه حل نیست. حدود استعمال سلاح از حدود انسانی گذشته. نقطه پنجم تغییر محیط زیست است. در ابتدا من ابراز تشکر میکنم که فعالیت‌های دانشگاه علمی تاجیکستان در قسمت گیاها، معادن و انواع مختلف امکانات کشور دوست ما دیدیم. اما تغییر محیط زیست امروز به فاجعه بدل شده. در آسیای جنوبی تنها اگر هوا 2.5 درجه گرمتر شود 100 میلیون نفر مهاجر میشه. 100 شهر در آسیای جنوبی بدون آب خواهد بود. و از این جهت ضروری است که محیط زیست جدی گرفته شد. محیط زیست ما و شما زلزله را شاهد بودیم، سیلاب را شاهد بودیم، خشکسالی را شاهد بودیم، سرحد نمیشناسیم. محیط زیست آینده انسان به صورت اساسی مطرح میکنه و اگر خدای ناکرده به 4 درجه برسیم زندگی تقریبا غیر ممکن میشه. یک کتاب بسیار خوب نوشته شده به نام 6 درجه که تأثیرات هر درجه گرم شدن هوا را نشان میده. امسال در افغانستان در ماه هود ما 12 درجه از حد اوسط هوا که گرمتر بودیم و تأثیر از یک مثال بسیار ساده که بر روی ما تطبیق میشه. کوههای ما و شما کلانترین بندهای ما بود. چون برف میامد به یخچالها بدل میشد، به صورت بسیار آرام به آب بدل میشد و سیستم های بزرگ آبیاری ما را ممکن میساخت. حال بالعکس به سرعت بسیار زیاد بندهای کانکریتی در مقابل از این سرعت مثل پخته وارز ذوب میشه. انواع نو کار است. در افغانستان یک ژاپنی بسیار متحد 20 سال زندگی خود وقف ازی کرد که سیستمایی را که در قرن 17 در ژاپن استعمال شده بود برای مار کردن یابهای تیز به وجود آورد. عمده‌ترین بخش بحثی است که دنیا در حالت ابهام زندگی میکنه. دنیایی که بعد از 1945 ختم جنگ جهانی به وجود آمد تا سال 1970 یک دنیایی بود که مطلق اعتبار سر آینده داشت. یک کس اگر در سال 1945 انجینری شهادتنامه انجینری رو میگرفت 40 سال به صورت منظم انجینریش ثابت میموند. امروز انجینری در 6 ماه تغییر میکنه. تکنولوژی در همه چیز در آمده و وضعیت زندگی را به صورت اساسی تغییر داده. اما نقاط مثبت هم در این محور وجود داره که من میخوایم سر از اونا چند دقیقه تمرکز کنم. اولین نقطه است که دیجیتال سازی به سرعت در حال تغییر است. نوع ارتباطات ما به مراتب آسان‌تر شده میتونه، نوع دانش ما به مراتب سریعتر شده میتونه و نوع استفاده تکنولوژی ما به مراتب به نفع مردم تا. طور مثال تراکتورها رو شما میشناختین که مثل بیل و کلنگ واره از پیش استفاده میشد. حال تراکتورهای هوشمند اختراع شده که هم نوع نبات میشناسه، هم نوع زمین تشخیص میکنه و هم وقتی که یک پرزش خراب شده اتومات اول میده. یک قسمت زیاد معاملات بین‌المللی در این حالت شخص به شخص و رو به رو نیست. ارتباط از چند کمپانی بزرگ دنیا مثل تاتا کنسالتینگ گروپ 70% عواید خود بدون از اینکه کس با کس دیگر روبرو شوند ایجاد میکنه. 6 تا 10 میلیارد دلار در سال عایدشان از این نگاست. یا کمپانی زیمنز که از کمپانی پیشرفته است. نقطه دیگه است که یک بحث جهانی راجع به مسئولیت اجتماعی به وجود آمد.
نوع اقتصادی که در او محور و هدف کمپانیا تنها و تنها مفاد بود مورد سوال قرار داد. امروز و نقش دولت ها روز به روز زیادتر میشه. وظایف را که امروز شهروندا مردم یک دولت از دولت خود تقاضا دارن از 10 سال گذشته و مخصوصا از 2 سال گذشته که نهایت فرق داره. دولت مجبور است حفظ ثبات اجتماعی را، حفظ رفاه اجتماعی را و ایجاد فرصت ها را بر شهروندای خود ایجاد کنه. در این بخش دانشگاه‌های ما باید یک نقش بسیار کلیدی داشته باشن تا منابع در خدمت مردم بیان. دوم، در 5 سال آینده احتمال نهایت زیاد داره که چین به کلانترین اقتصاد دنیا مبدل شود و هند جایگاه سوم کلانترین اقتصاد دنیا را بگیره. معنای از این چیز آینده تحرک اقتصادی در براعظم آسیا است. بدون سهم هند و چین اقتصاد بین‌المللی به رکود مواجه بود و نوع حرکت این دو کشور بزرگ، آسیای مرکزی، روسیه، ترکیه، خلیج، یک تغییر بزرگ است. معنای از این چیز بعد از 200 سال آسیا دوباره محور اقتصاد جهان میشه. 30% تحرک اقتصاد جهان در سال 2019 تنها چین ایجاد کرد، در حالی که 50 سال پیش 1% سهمش بود. موضوع تحرک اقتصادی چرا مهم است؟ فقر. زیادترین امهای فقر در روی زمین در تاریخ در 40 سال گذشته در آسیا شرقی صورت گرفته. چین، کره، ژاپن، ویتنام، سنگاپور، تایوان، چین، مالزیا، همه از اینها درس‌های بسیار واضح دارند که نوع همکاری دولت و سکتور اقتصادی مارکت به چی رقم معیار شود و مسئولیت اجتماعی به چی رقم. مشروعیت دولت‌ها بعد از این تعلق به ایجاد فرصت بر شهروندایشان دارد. و در این ضمن تجارت بین الآسیایی بار اول از تجارت آسیا با باقی دنیا که زیادتر است. در گذشته وقتی که سنگاپور در ابتدا شروع کرد و ژاپن بدون تجارت خارجی و بازارهای اروپا و امریکا پیشرفت آسیای شرقی غیر ممکن جلوه میکرد، امروز یک قسمت زیاد از این بازار در داخل آسیا وجود. مهمترین بخش از این مخصوصاً بر ما و شما که در قلب آسیا قرار داریم، تغییر آسیا از یک مفکوره، از یک هویت به یک براعظم اقتصادی است. تنها 14 کشور آسیایی در 20 سال آینده تخمینا 30 تریلیون دلار در زیر بنا سرمایه گذاری میکنه. روزانه ما شما شاهد یک تحول بنیادی آسیا و ارتباط هستیم. از این نظر پس که به ارتباط گفتمان چند سال پیشم خدمتتان بیایم، آسیای مرکزی یک نقطه مهم ترانزیت و وصل آسیاست. آسیای جنوبی کمترین نقطه دنیاست از نگاه ارتباط منطقوی. آسیای شرقی زیادترین. نوع این ارتباط آینده را تعیین میکنه. اهمیت از این بر شما استادا و مسئولین در چیست؟ بدون فهم آسیا شما زندگیتان ترتیب کردن نمیدید. بسیار ساده. و هر حرکتی که در آسیا صورت میگیره زندگی هم ما را به صورت مثبت یا منفی مورد تاثیر قرار میده.
معنای از این نیست که باقی دنیا را ما فراموش کنیم، اما یکی از نتایج کووید بدبختانه ضعف دنیایی شدن و تحرک زیادتر منطقوی شدن است. در این اجماع وجود دارد. در یک دنیایی که در تلاطم دوامدار باشه، پالیسی سازی را چطور انجام میدید؟ آمادگی بحث به چی شکل میگیرید؟ و به چی شکل سر عوامل منفی به صورت اساسی فکر جدی میکنین و ایره تغییر میتین به فکر مثبت؟ نقطه اولی است که رهبری و مدیریت باید آماده باشه که تلاطم مدیریت کنه. من یک مثال براتون میدم. در هلند تمام که یکی از بهترین نقاط دنیاست از نگاه مدیریت آب، تا پیش از تغییر اقلیم اینا 100 سال مد نظر می گرفتن. فعلا تمام پروژه بزرگ آبیاری هلند 500 سال مد نظر می گیره، چون اگر اقیانوس 2 متر بالاتر شود شاید نیم هلند زیر آب بسازه. در این حالت ارتباط علم و پالیسی به صورت بنیادی تغییر میکنه. و نقطه دومش، در این حالت باید راجع به سناریوها فکر کنین تا پلانگذاری. پلانگذاری از زمان ثبات بود. میفهمیدین که 40 سال آینده سالای ثبات است و برای ترتیب نوع پلانگذاری را که مخصوصا مالیزیا کرد نمونه بسیار واضح است. سناریو چیست؟ سناریو ایست که آینده احتمالی را باید تصویر داشته باشه و عموما تعداد سناریوها از 4 تجاوز نمیکنه. اما هیچ سناریو پیشبین کامل آینده نیست، اما جهت بر آدم نشان میده که جهت آینده چیست تا وقتی که با اون مواجه میشین اینا را بتونید. بزرگترین سرمایه در این بخش چیست؟ سرمایه انسانی که روابط و جهت تشخیص داده بتون. اگر جهت مناسبات و حرکت تشخیص داده نتونین تابع امواج میشه. بحث دیگه در چیست؟ و اینجا خوشبختانه ما در جای قرار داریم. موج سوم بی‌اعتمادی را به چی رقم از بین میبریم؟ با ایجاد اعتماد. اعتماد سازی بین مردم در داخل یک کشور، بین کشورها و مخصوصا اعتماد سازی در راه همکاری منطقوی و در راه مقابله با تغییر اقلیم زیست یک نقطه کلیدی است. یک قصه از زمان حضرت موسی که 2 نفر در یک کشتی شیشته بودن. یک آدم شروع کرد که یک بخش کشتی را سوراخ کنه. پس دیگه گفتش ما را غرق میکنی؟ گفت نه، کشتی بخش خود سوراخ میکنه. ما و شما در یک کشتی جهانی قرار داریم و در یک کشتی منطقوی قرار داریم. در این حالت اگر اساس منافع مشترک مورد نظر نگیریم کل ما تاوان میکنیم. و ضرورت عزیز که ما بهترین طرح‌ها را برای همکاری منطقوی که در او نفع همه ما باشه ایجاد کنیم. همکاری منطقوی و همکاری جهانی در قسمت دوم مسائل برد است. اما اگر به صورت محدود فکر کنیم و تنها در داخل یک لایحه فکر کنیم این مشکلات ایجاد میکنه. بحث اساسی که در دنیا امروز مورد بحث است ایست که سیستم اقتصادی که ما به نام کپیتالیسم میشناسیم و خود موفق ثابت کرد، مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی و بعد از سقوط اتحاد شوروی ضرورت به تجدید نظر دارد. و در این بخش نقطه کلیدی است که کمپانی‌ها مسئولیت دارند که تأثیرات اجتماعی، تأثیرات محیط زیست و تأثیرات ثبات باید به صورت اساسی مورد نظر بگیرد. و خوشبختانه یک بحث اساسی
در بین بهترین دانشگاه جان و در بین بهترین کمپانی جان رخ داده. زیادترین سرمایه گذاری سر پیشبینی آینده امروز از طرف کمپانی های بزرگ صورت میگیره. شل طور مثال که کمپانی تیل است زیادترین پیشبینی در بخش انرژی بدیل داره. نقطه دیگه را که امروز شما مرا افتخار دادید، میخوایم بود فرهنگی را به اجازهتان چند دقیقه صحبت کنم. امروز من افتخار از این داشتم که پیش مجسمه اسماعیل سامانی گل بگذارم و واقعا قابل گل گذاشتن است. چرا؟ 4 دربار طاهریان هرات، صفاریان نیمروز و سیستان، سامانیان و غزنویان اساس طرز دید جوامع ما را و طرز تفکر ما را در زبان دری، زبان مشترک ما ایجاد کرد. 1000 سال پیش اینا جهت امروز تعیین کرد. چند زبان دیگر از سراغ دارین که بعد از 1000 سال هنوز هم خوانده میتونین و از پیشش لذت گرفته میتونین. افتخارات مشترک ما رودکی هنوز هم نبض احساسات ما را در تمام دنیایی که در این خوانده میتونن تعیین میکنن. همچنین افتخارات مشترک ما فردوسی، حافظ، سعدی، امیر خسرو، بدل، همه از اینا ستاره های بزرگ هستند که یک فرهنگ مشترک ما را ایجاد کرد. این جهت از این خاطر خدمتتان عرض میکنم که او عباد که جانی شدن است و تغییرات است در حین حال با تداوم فرهنگی ما ارتباط واضح داشته باشه. مانای همکاری منطقوی و جهانی فراموش کردن هویت‌های ملی ما نیست و همچنین ارتباطات فرامنطقوی ما نیست. زبان دری یک وقت تا بنگال و استانبول زبان حاکم بود و مثل انگلیسی امروز واره یک زبان تحریر، گفتار و نوشته بود. یک محقق ایرانی به نام سید مهدی زرقانی یکی از بهترین تحلیل‌های قرن 3 تا 10 ایجاد کرده و در این ما می‌بینیم که فرهنگ مشترک حماسی ما رشته‌های بسیار عمیق داره. فردوسی را همه میشناسن مگر دقیق فراموش کردن و 10 شاهنامه را که قبل از فردوسی ایجاد شده بود ما دوباره باید از خود کنیم و اینا در کشورهای ما شما صورت گرفت. و در بخش ادبیات معاصر هم من میخوایم باعث کسی که در دوران طفلی صدرالدین عینی را خوانده بود و ترسنزاده را خوانده بود و لاهوتی را خوانده بود و غفوروف تاریخ شدیده بود، از نهضت فکری جدید در تاجیکستان و تداوم ازی در دانشگاه ملی تاجیکستان ابراز قدردانی کن. غفوروف تاریخی را ایجاد کرد که هویت ملی تاجیکستان عمق و بعد بسیار وسیع داد. در این بخش میخوایم از یک افغان یادآوری کنم که به سرمایه مشترک ما در افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه مشهور است. مرحوم احمد ظاهر. احمد ظاهر در مکتب از ما که 3 سال پیش بود، اما در جوانی از پیش ما رفت. همیشه یادش تازه بود و نقطه وصل ماست. خواندناش در همه جا نشسته و مخصوصا من جای افتخار دارم که در هر کشور آسیای مرکزی که میرم اولین سوالایی که از پیش میکنن احمد ظاهر است.
آمدزایرهای نو ایجاد میشه و وسیله ارتباط ما خواهد بوده. جمع بندیم: افغانستان و تاجیکستان هیچ نوع اختلاف منافع نداریم. دوست هستیم، بهترین دوست هستیم و بهترین دوستا خواهد ماندیم. این یک نقطه افتخار است و از این جهت ما و شما در حال یک تجربه بسیار مهم بر منطقه هستیم و اویست که سرحدات ما که سرحدات طویل است، از پامیر و دریای پنج و آمو گرفته، در حال تبدل به سرحدات باز است. سرحد باید وسیله جدایی نباشه، سرحدات باید وسیله وصل باشه. و در این جهان که دنیا با هم مرتبط میشه و منطقه تغییر میکنه، ایجاد یک سرحد باز باعث سرحد همکاری، سرحد خواهری و سرحد برادری یک نکته بسیار مهم است. در این حال منافع ما تنها در قسمت تصور نیست. ما یک فرصت عظیم داریم که در تولید انرژی، مدیریت آبها و مدیریت محیط زیست با هم همکار باشیم. راغون ما استقبال میکنیم، به شما تبریک میگیم و امید داریم که برق راغون پاکستان و هندوستان گرم بسازه و برشان روشنی بده. یک افغانستان باثبات و یک تاجیکستان باثبات بهترین فرصت برای توریسم بین‌المللی داره. نوع منابع طبیعی را که ما شما در اختیار داریم در طول بدخشان‌های ما و دریای پنج در روی دنیا بی‌نظیر است. استفاده مشترک از این و همچنین میراث بسیار بزرگ تمدن‌های ما از عصر ویدی، عصر اوستایی، عصر یونانی، عصر ساسانی، عصر سامانی و غزنوی و عصرهای دیگه ما، مخصوصا بودیسم و دور اسلامی ما، یک مربحث بزرگ ایجاد. چین حال 200 میلیون توریست داره. در سالانه به ویتنام تنها 18 میلیون توریست میره. کمبودیا به این اساس است و تایلند. یک زمینه عظیم همکاری وجود داره تا ما انواع مختلف ثروت خود بدون از اینکه محیط زیست خراب کنیم به امکانات بدل کنیم. آینده ما آینده همکاری است. افغانستان افتخار داره و خاصتا از جهت ما رئیس جمهور تاجیکستان ابراز امتنان میکنیم، همچنین از رئیس جمهورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان که افغانستان حال همیشه باعث ششمین کشور آسیای مرکزی میشناسه. تاریخ ما و شما در گذشته مشترک بود. 100 سال جدایی موجب از بین رفتن علایق چند هزار ساله شدن میتونه. بنابراین ضرورت واضح است که در این شرایط خاص ما بتانیم با هم طرحهایی را تعقیب کنیم، طرح کنیم و عملی کنیم که آسیای مرکزی باعث قلب متحرک آسیا دوباره موقف خود هم در وصل شدن آسیا، تحول آسیا به کلانترین براعظم اقتصادی دنیا و هم نقاط یک تمدن تاریخی که همیشه به وسطیت، به اعتدال، به عدل و مناسبات تجارتی وسیع و همکاری بین‌المللی مرتبط بوده دوباره احیا شد. در این بخش نقش دانشگاه‌ها در ایجاد سرمایه انسانی و بهره برداری از این فرصت‌ها نهایت مهم است. ما بازم تشکر میکنم که با این لباس و با این سند مرا افتخار دادین که در خدمتتان باشم. امید است که روز به روز همکاری دانشگاه‌های ما و نسل جوان ما، زنای و مردا،
خواهرها و برادرها تاجیک و افغان با هم زیادتر شود. تشکر. زنده باشید.